عشقم ناهار رو زود بیار بخوریم، الان فیلم شروع میشه. چشم عشقم. مامانمه، من برم در رو باز کنم بیام. علی کجا در رو باز کنی؟ بذار فکر کنم ما خونه نیستیم. فکر کنه خونه نیستیم؟ چه دلیلی داره؟ خب علی من میخوام دوتای سر میز غذا بخوریم، دوتای فیلم نگاه کنی. خیلی سرمون تازه ازدواج کردیم. مهرو چه ربطی داره؟ یعنی داره میگی مامانم که تمام زندگی من رو بذارم پشت در بمونه که تو به فانتزی های بعد ازدواجت برسی؟ مهرو یادت نرفته که روز آشناییمو من بهت گفتم که از دار دنیا یه مادر دارم که خط قرمزمه، به خاطرش از همه چی میگذارم که خم به ابروش نیاد. از تمام خوشیام زدم که هیچ وقت احساس تنهایی نکنه. گفتی نمیتونم با مادرت زندگی کنم، براش یه خونه جدا گرفتم. الانم برو میز نهارو بچین که اگه نور چشمم نیاد هیچی از گلوم پایین نمیره. کاشکی میشد